تابستان 2036 و اروپا در حال سوختن. در کمتر از 2 هفته بیش از 1300 نفر در اروپا جان خودشون رو از دست دادن و دانشمندان میگن فقط شروع ماجراست. سلام، من احمدم، با اولین اپیزود چنل دانستنی خدمت شما هستم. همونطور که داخل اخبار یا داخل سوشال میدیا احتمالاً دیده باشید، در اواخر ماه می یک موج گرمای بی سابقه وارد اروپا شده و دمای هوا در بسیار از مناطق بین 10 تا 15 درجه بالاتر از میانگین فصلیش بوده و این فقط موج اول بوده و در موج بعدی که در 17 ژوئن اتفاق افتاده، در کشوری مثل فرانسه بعد از یک قرن بالاترین دما رو تجربه کردن و در قسمت‌های از فرانسه بین 44 تا 47 درجه تا دما بالا رفته و همچنین در کشورهای همسایه فرانسه مثل ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، آلمان که دمای همیشه پایینی داشتن، همای خنکی داشتن همیشه که فضای خوبی داشتن، هوای خیلی خوبی داشتن واسه تابستونا، اونا هم همچین گرمایی رو تجربه کردن. سازمان جهانی اعلام کرد که از 21 ژوئن تا به امروز هولوش 1300 نفر فقط در فرانسه کشته شدن و در کشورهای مثل آلمان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال نزدیک به 1000 نفر کشته دادن و بیشتر این قربانیان با سالمندان بالای 65 سال بودن. چرا؟ به خاطر اینکه مقاومت بدنیشون در مقابل گرما کمتره، گرمای شدید کمتره و بسیاری از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هم با افزایش مراجعه بیماران مواجه شدن و سیستم‌های امدادی در حالت اضطراری قرار گرفتن و حتی سیستم‌های شهری هم در حالت اضطراری قرار گرفتن و همینطور که فکر کنم در سوشال میدیا یا داخل اخبار دیده باشید، آبپاش‌ها، قسمت‌های آتش نشانی اومده آبپاش‌های در شهر قرار دادن که روی مردم آب میپاشن که از گرمازدگی جلوگیری بشه، یا قسمت‌های میله‌های گذاشتن که حالت آبو به صورت پودری به سمت مردم میپاشه که مردم خنک بشن و از گرمازدگی جلوگیری کنن. حالا سوال اینجایه که یک قاره‌ای که اصلا معروف بوده این که تابستونا همه توریستا به سمت اون قاره میرفتن به خاطر اینکه دمای نسبت به قاره‌های دیگه دمای پایینتری داشته و خنک‌تر بوده، چرا به همچین شرایطی وجود اومده براش که اینقدر این قاره داغ شده؟ اولین دلیلش گرمایش جهانیه که اروپا میتونه رتبه 1 سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن رو به خودش اختصاص بده و حتی نسبت به میانگین افزایش دما در قاره‌ها نسبت به کل دنیا 2 برابر بیشتر از اونها داره گرم میشه و این گرم شدن سریع باعث میشه که تغییرات اقلیمی توی این قاره خودش شدیدتر و سریعتر خودش رو نشون بده و همین باعث میشه که هر ساله گرمایش تو موجهای گرمایی طولانی‌تر و شدیدتر و سریعتر و مرگبارتر وارد این قاره بشه نسبت به سال قبل. اما عامل اصلی موج گرمای بی‌سابقه که تو اروپا داره می‌بینی پدیده به نام پدیده جویی به نام بلوک اومگا. حالا بلوک اومگا چیه؟ همونطور که در تصویر دارید می‌بینید در حالت عادی جریان هوا در ارتفاعات جو از غرب به شرق حرکت میکنن و باعث جابجایی آب و هوا میشن. اما گاهی جریان‌های شکلی به حالت حرف یونانی اومگا قرار پیدا میکنن یا حالت اومگا اینطوری حالت اومگا پیدا میکنن. این شرایط تودی عظیم گرما ایجاد میکنن که تو اون قسمت یا حالت گنبدی شکل ایجاد میشه که نه میذاره گرما خارج بشه، گرما رو متمرکز میکنه رو منطقه و نمیذاره سرمایه وارد اون منطقه بشه، عملا اونجا رو محاصره میکنه. الان اروپا همچین شرایطی براش پیش اومده، یه حالت پدیده جوی اومگا روش قرار گرفته و این پدیده احتمال داره چند روز، چند هفته یا حتی به ماه هم برسه که همچین شرایطی بمونه. بعد این شرایط حالا مشکلش کجاست؟ این مشکلش اینجایه که دیگه صبح و ظهر و شب شما ندارید. این پدیده وقتی میاد در کلش تایم شبانه روز شما دمایتون دمای هوا بالاه، یعنی اینجوری دیگه نیستی که مثلا بگین شب خنک بشه، نه دیگه شب هم خنک نمیشه، شب هم شما اون گرما رو حس میکنید. به خاطر همینه که میبینی که مثلا داخل اروپا آسفالت میبینی که آب شده، مثلا طرف میبینی ماشینا رو میبینی که لاستیکاشون آب شده یا همچین اتفاقات عجیب غریبی میبینی افتاده. شاید حتی مثلا توی شهرهای خودتون مثلا توی جنوب ایران دماهای بالای 50 درجه هم تجربه میکنیم ما، ولی همچون چیزی نمیبینیم به خاطر اینکه داخل مثلا اهواز، مثلا آبادان که مثلا هوا خیلی گرمه، یا مثلا عسلویه که هوا خیلی گرمه، شب خنک میشه ولی اونجا شب خنک نمیشه. مشکل اصلی هم اونجایه که گرما ثابت میمونه رو اون قسمت به خاطر همون بلوک اومگا. حال دیگه هم که میبینید در اروپا اینقدر مشکلات به وجود اومده و اینقدر تلفات دادن به خاطر این بوده که کلا اروپا و زیر ساختاشو بر اساس
حفظ گرما در زمستان ساختن و برای مقاومت در مقابل زمستان ساختن. بخاطر اینکه هر سال اونجا دما در بیشتر تو ایام سال سرد بوده و اصلا گرمای خاصی اونطوری رو تجربه نمی‌کردن که بخوام در مقاومت در مقابل تابستون هم خونه‌هاشون یا مثلا زیرساختاشون رو مقاوم کنن. سر همین وقتی دمای خیلی بالایی، مثلا دمای بالای 40 درجه داخل خونه باشه و سیستم‌های تهویه و کولر خاصی نباشه، سیستم تهویه خاصی نباشه، و واسه همین میشه که مردم دچار گرمازدگی میشن و به بیمارستان ها همش مراجعه میکنن. الان خیلی از همینطوری که میبینی خیلی از خونه های اروپایی حتی تهویه خاصی ندارن و حتی کولر ندارن اصلا. و این فقط شامل خونه ها و اینا هم مراکز هم نمیشه، این شامل حتی زیر ساختای اروپا هم حتی میشه. یعنی باعث قطعی برق تو بعضی از مناطق شده به خاطر اینکه سیما آب شدن، یا چون از نوع سیمی که استفاده میشه در تابستان، از تابستان های جاهایی که خیلی گرمه از یک نوع سیم استفاده میشه، جاهایی که خیلی سرده از این نوع سیم دیگه استفاده میشه. و حتی در ریل های قطار، همین که دارید میبینید ریل های قطار کج شدن، اصلا ریل های قطار کج شدن، آسفالت ها آب شدن، اصلا اتفاقات عجیب غریبی داره میفته، فقط به خاطر اینکه این مناطق و زیر ساختاش بر اساس مقاومت در مقابل زمستان بوده نه تابستان. و این جدا از همه اینها دانشمندا بیشتر نگران آینده و یه اتفاق دیگه هن. که اروپا رو داره میسوزونه پیده منطقی و جوی به نام بلوک اومگاست، اما در ماه آینده پیده به نام النینو میاد و باعث افزایش دمای جهانی میشه. حالا این پیده النینو چیزی هست، اصلا چجوری به وجود میاد؟ این پیده النینو از گرم شدن آبهای قسمت مرکزی و شرقی اقیانوس آرام به وجود میاد که باعث تغییرات آب و هوایی در کل کره زمین میشه. اینطوریه که وقتی این پدیده به وجود میاد در یک قسمت از کره زمین خشکسالی، کمبود آب، گرمای وحشتناک زیاد، همچین شرایطی وجود میاد و در قسمت قرینه اون سیلاب‌های وحشتناک، رعد و برق‌های وحشتناک، طوفان‌های عجیب غریب، سونامی‌ها، این اتفاقات اینطوری میفته. و پژوهشگرا گفتن که در اواخر سال 2026 این پدیده به وجود میاد، یعنی شروع میشه و در سال 2027 خودش رو خیلی نشون میده که میگن حتی تابستون سال 2027 گرمترین تابستون تاریخ ثبت شده کره زمین میتونه باشه، که در سال 2024 بوده قبل ترش که ثبت شد که هزاران نفر در دنیا جونشون رو از دست دادن. این پدیده النینو آخرین باری که خیلی کشته گرفت سال 1877 بوده که هولوحش 60 میلیون نفر در کل کره زمین کشته داده. و اتفاقاتی که اون سالها افتاد، هندوستان، آفریقا، آسیا، باعث خشکسالی وحشتناک واسه اتفاق افتاد. و در مثلا قسمت‌های از آمریکا یا قسمت‌های از برزیل طوفان‌های وحشتناک، سیلاب‌های وحشتناک اتفاق افتاد که جون خیلی از آدم‌ها رو گرفت که در جمع هولوحش 60 میلیون نفر اون سال دنیا کشته داد. و میگن پژوهشگرا که اگر روند همینطوری بره جلو، همین اتفاقاتی که روندی که پیش بینی دارن میکنن همین اتفاق بیفته جلو و مردم نخوان جلوی این تغییرات آب و هوایی رو بگیرن که بیشترش به خاطر باز شدن لایه اوزون و گازهای گلخانه‌ای و اینهاست، و دلیل اصلیش گرم شدن کره زمین هم همینه. اگر نخوان جلوی اینو بگیرن پیدای خیلی وحشتناکتر از 1877 اتفاق خواهد افتاد. در این صورت در قاره‌ای مثل اروپا که معروف بود با آب و هوای معتدلش که از اقصا نقاط دنیا در تابستون مخصوصا می اومدن تو این کشور واسه تفریح و واسه استراحت و اینها، به این مشهور بوده، الان میبینید که تو تابستون چه دمای بالایی داره و خود مردم اروپا هم شرایط خوبی ندارن. و دانشمندان میگن که اگر این روند همینطور ادامه پیدا کنه و نخوان جلوشو بگیرن با کم کردن گازهای گلخانه‌ای و این کارهایی که حالا میشه انجام داد، نخوان جلوشو بگیرن، تغییرات آب و هوایی خیلی زیادی در دنیا خواهیم داشت. در قسمت‌های از آمریکا میتونیم سیلاب‌های وحشتناک داشته باشیم، طوفان‌های سهمگینی داشته باشیم، یا در قسمت‌های از کشورهایی که مثل ژاپن یا مثل کشورهایی که ساحل دارن سونامی‌های خیلی بلند، یا در آسیا در مثل کشور خودمون ایران که
خشکسالی‌های خیلی طولانی مدتی میتونیم داشته باشیم. شرایط‌های اینطوری به وجود میاد. ممنون که تا آخر ویدیو من همراه بودید. اگر این ویدیو واسهتون مفید بود لایک و سابسکرایب کنید. زنگوله هم بزنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. حتما نظراتتون رو راجع به پدیده اومگا، النینو و گرم شدن اروپا تو کامنت ها بنویسید که نظراتتون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم و اطلاعاتتون رو بیشتر کنیم. تا ویدیو بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید.